بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. بنده محمد سنجاب نژاد هستم. بسیار ممنونم که ویدیو من و پست من رو در این اینستاگرام همراهی میکنید. این قسمت در رابطه با حکم جلب و انواع حکم جلب و محدودیت هایی که ممکنه تو حکم جلب باشه صحبت کنم. در یه تعریف کلی اگه خدمتتون عرض کنم، حکم جلب یعنی دستور دستگیری فردی یا متهمی یا محکومی توسط مقام قضایی، حالا چه در دعاوی کیفری و یا در دعاوی حقوقی، یا حتی میتونه مقام قضایی اشخاصی هم که تحت اون عنوان قبلی در دادگاهی سمتی ندارن و جهت شاهد یا مطلع در دادگاه احضار میشن، ولی اگر حضور پیدا نکنن مقام قضایی میتونه جلبشون کنه. خلاصه خدمتتون اگر بخوام تعریف کنم، حکم جلب همون تقریبا به صورت عامیانه همون قراره به جلبه، ولی تو ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی حکم قرار از هم تفکیک کرده و ما هم نمیخوایم اینجا بگیم دقیقا به صراحت همونه، ولی در کل یه معنی و نسبت به یه اقدام خاصی که مقام قضایی جهت دسترسی به یه سری شرایط در پرونده از قبیل خود متهم و عدم حضور حالا متهم یا اشخاصی که نیاز هست حضور پیدا کنن حکم جلب صادر میکنن. در آیین دادرسی کیفری هم طبق ماده 265 مقام قضایی میتونه حکم جلب رو صادر کنه، ولی در ماده 2 تا عنوان رو به صراحت تاکید کرده روش که یکی عمل ارتکابی که فرد انجام داده شامل حکم جلب بشه و وجود ادله کافی یا انتصاب ادله که در حالا شرایط جرمخیز یا جرم زدایی یا جرم انگاری کشف شده به فردی بتونن نسبت یا انتصابش بدن. پس در یک تعریف کلی حکم جلب برای اینکه بخواد مقام قضایی نسبت به شخص یا متهمی دسترسی پیدا کنه و اگر فرد در محکمه یا در حضور مقام قضایی حضور پیدا نکنه، قاضی میتونه یا مقام قضایی میتونه حکم جلب رو برای دسترسی به وی صادر کنه. این در یک تعریف کلی و عامیانه بود. در قسمت دوم انواع حکم جلبه که به طور کلی ما دو نوع حکم جلب داریم، یکی عادیه و یکی سیاره. در حکم جلب عادی از به شباهت ظاهری میخوام خدمتتون عرض کنم، یعنی در برگه جلب در اون حکمی که صادر شده آدرسی و تحت عنوان مخفیگاه یا آدرسی که ضابطین قضایی یا محکوم الله یا شاکیان میتونن مراجعه کنن دقیقا قید شده و به جز اون آدرس جای دیگر نمیتونن جهت جلب متهم حضور پیدا کنن. ولی جلب سیار به این معنی نیست، یعنی جلب سیار تو هر آدرسی که یا هر لوکیشنی اصطلاحاً باشه ضابطین قضایی میتونن حضور پیدا کنن و حالا اون فرد رو یا متهم رو جلبش کنن. فقط یه نکته اینجا داره در رابطه با دعاوی مدنی یا همون حقوقی یا دعاوی کیفری که در دعاوی حقوقی حکم جلب به درخواست محکوم الله صادر میشه، اما در دعاوی کیفری حکم جلب توسط خود مقام قضایی صادر میشه و از طرفی اونم تحت عنوان شرایطی که در تعریف حکم جلب خدمتتون عرض کردم، ولی دو شرط اصلی و بارز اونه که در ضمه حکم قطعی باشه و یکی که شرایط و قرائن جوری ایجاد کنه که نیاز به توضیحات و حضور متهم در محکمه باشه، یا شاهدم به همین گونه که پرونده طبق اظهارات شهود باید یه قسمتایی و یک شرایطش کامل بشه و نیاز به
حضور شاهد باید باشه و لازم بدون قاضیه و اگر شاهد احضار کنه حاضر نشه میتونه حکم جلب رو صادر کنه. خب تو این قسمت هم در رابطه با دو نوع حکم جلب، دو نوع کلی حکم جلب خدمتون توضیح دادم و قسمت بعدی چه محدودیت هایی در حکم جلب میتونه ایجاد بشه. تو این قسمت در برگه جلب یا همون حکم جلب، حالا چه به طور عادی یا به طور سیار، این محدودیت ها یا این شرایط درش اگر استثناء قید نشده باشه، ماموران قضایی یا ضابطین قضایی باید برابر شرایط قانونگذاری جلب و انجام بدن. یعنی از طلوع تا غروب آفتاب اگر متهم یا فردی که مجلوبه در مکان خصوصی حضور پیدا کنه تو اونجا حق ورود ندارن. اگر فرد جایی حضور پیدا کنه که دربش قفل باشه یا دربا ببنده یا به هر دلیلی از مانع عبور و مرور ضابطین بشه، حق شکستن قفل یا حرز یا بازگشایی در رو ندارن. این یه سری محدودیت هاست که برای ضابطین ایجاد میشه. و اگرم متهم این وسط یه مقدار از قانون سر در بیاره و شرایط متواری شدن رو خوب بدونه و شگردها رو یه مقداری اطلاع داشته باشه، اصلا جلب کردنش بسیار سخت و اسفناک میشه و خیلی کار مشکلیه. حالا راهکارش چیه برای اینکه مقام قضایی بتونه نسبت به اون شرایطی که قانونگذار تعیین کرده یه سری استثناءات قائل بشه و کارو برای هم حالا شاکیان یا شاکی یا محکوم له و در آخر توسط ضابطین قضایی کار راحت تر بشه. اگر ضابطین قضایی بعد از یه مدتی، مثلا معمولا حکم جلب داره مدته، این مدتش اگه منقضی بشه دیگه نمیشه متهم و جلبش کرد. اگر چند مرتبه از این حکم جلب بگذره و جلب کردن میسر نشه، با گزارشی که ضابطین قضایی میدن و شرح اوضاع احوال نسبت به مقام قضایی و تشریح کردن دقیق واقعه، میتونن یه سری اهرم‌های فشار رو برای متهم یا اون فرد ایجاد کنن، از قبیل ورود به اماکن خصوصی، از قبیل اینکه بتونن جلب از عادی یا جلب معمولی به سیار تبدیل کنن و از طرفی میتونن حکم جلب که داره تاریخ انقضا هستش تا زمان دستگیری بشه، یعنی بدون تاریخ انقضا بشه به صورت نامحدود، یا حتی تاریخ طویل مدت 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ساله بشه. و تمام این اقداماتی که گفتم مستلزم اینه که ضابطین قضایی گزارش و شرح واقع خیلی مطلوبی برای اون قاضی یا مقام محترم که حکم صادر میکنن رو ایجاد کنن یا ایفا کنن که دقیقاً فرد قضایی که صادر کننده حکمه اون شرایط براش متصور بشه و نمایان بشه که بتونه بهترین دستورها و اقدامات رو در اون برگه برای حالا ضابطین قضایی در نظر بگیره و در آخرم منجر به جلب فردی یا متهم بشه. در این قسمت یه 2 تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. یکی، جلب معمولا از طلوع تا غروب آفتاب شکل میگیره. میتونه قاضی در اون برگه قید کنه به صورت شبانه روزی باشه یا تا 12 شب باشه یا تا هر ساعتی که قاضی صلاح بتونه قید میکنه. و مورد بعدی این که کسی که داره متواری میشه معمولا به مکانایی میره که داره قفل یا درب یا حصاری باشه که به راحتی اشخاص دیگه به جز خودش و کسی که کلیدشو اون قسمت رو دارن نتونن رفت آمد پیدا کنن و کارو سخت میکنه که اگر دستور کلیدسازی یا شکستن قفل یا حرزم در برگه جلب قید بشه که دیگه خیلی کار راحته و سریعتر انجام میشه. حالا یه زمانی هستش که اصلا به متهم دسترسی حائز نمیشه. تمام این اهرام‌ها هستش، نکات در حکم جلب قید شده
یا اصلا قید اصلا نشده ولی اصلا دسترسی به متهم حائز نمیشه که شاکی پرونده یا محکوم العلیه پرونده میتونه از مقام قضایی یا اگر حکم قطعی باشه و در دایره اجرای احکام باشه میتونه از قاضی اجرای احکام درخواست ردیابی یا نقطه زنی تلفن همراهش رو انجام بده، یا حتی تمام حسابهاش که از طریق دستگاه ATM بانکی داره از طریق خود پرداز حالا واریز و برداشت میشه یا از طریق تلفن بانکی که داره یه سری اقداماتی که انجام میده میتونه اون نقطه مکانیشو نسبت بهش دسترسی پیدا کنن. اگر به صورت نقطه زنی باشه طریق یا آگاهی یا ضابطین قوه قضاییه، حالا دستگاه زیر سلاح یا طریق خود قوه قضاییه میتونن دقیقاً به مکان دقیقش دسترسی پیدا کنن. ولی طریق دستگاه ATM یا کارت‌های بانکی یا بالاخره با شرایطی که میتونن از طریق بستگان درجه یکش یا اقوامی که با ایشون در ارتباط هستن یا همدستاش هستن بالاخره این وسط یه ردی از خودشون برجام میذارن و اگر پیگیری باشن از طریق یه شاکیان یا محکوم العلیه از طریق دستگاه قضایی قطعا به نتیجه خواهند رسید. و اینجا یه سری اقدامات از طریق ضابطین دادگستری باید انجام بشه که اینا همه مربوط به گزارشات و خدمتتون عرض کردم شرح حال بسیار واضح و روشنی برای مقام محترم قضایی تشریح کنن که ایشون بتونه بهترین و صحیح ترین دستور رو بگیره برای اینکه حقدار به حقش برسه و حق کسی این وسط زائل نشه. امیدوارم که این آموزش و این رشته ویدیو مثمر ثمرتون واقع شده باشه. در پناه یگانه ایزد منان باشید. خداحافظ شما.